پاشو زنگ بزن وین هتل رو رزرو کن بریم برام مذاکره. این the name of God دموکراسی. جیب تو جیب منه، جیب من جیب خودمه. دموکراسی یعنی همین. تنها نکته ای تو ایران رو براتون مثال میزنم که دموکراسی یه جوری توش جریان داره. سلام جیربازاری های یکیه دونه، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیپلماتیک و سازمان مللی و یونیسف و یونسکو و اوپک و صلیب سرخ و اینجور داستانا. من ابیم، این غلامه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بزن اون کوفتیو. آقا دیگه تموم شد. از این به بعد میزنم تو کارهای دیپلماتی و مذاکره و وین و سفارت و اینجور چیزا. الان نون تو ایناست، اونم چه نونی؟ دورو خاشخاشی کنجدی. چی؟ بلد بودن نمیخواد. حالا 2 تا گمپوز در میکنم، چند تا تکسیب میکنم، بارمو میبندم. یعنی هی بیام اینجا با این ننه مرده سر و کله بزنم. دیگه تصمیم خودم رو گرفتم. اصلا پاشو زنگ بزن وین هتل رو رزرو کن بریم برام مذاکره. بریم؟ این گالیچه روون بود چی بود به اونم بگو بیا. نه بابا کاری از دستش بر نمیاد. فقط این شوراسون با اون هتل خوب میشناسه، همه سرویساشو بلده. رفتم اونجا گرسنه نمونم من. چی؟ تو هم میای؟ بیا خب. اصلا همه بیان. به هر حال این جور جاها هرچی تعداد بیشتر باشه بهتره. فکر نکنم ما هم بیچه سکاری. شما هم که دیگه میدونید من بدنم قویه، اعصابم ضعیفه، نمیچشه. یهو دیدی یه چی از طرفای تیم مقابل یه لغزی خون، مجبور شدم بخوابونم زیر گوشش. چی میگی؟ دیگه باید یه 20 نفری باشیم که از پس خودشون و محافظاشون بر بیار. بعدش هم برگشتنی این همه بار چمدون من تنهایی چجوری بیارم؟ خب کمک میخوام. به هر حال همیشه ثابت کردیم ایرونی جماعت از هیچ مذاکره‌ای دست خالی بر نمیگرده. حتی اگه تا دست بله رفقا، هر کدوم که دلتون میخواد بیاید حتما تو کامنت ها بگید. 2 تا عکس 3x4 پرسنلی هم بفرستین برام. دیگه هیچی نمیخواد. فقط قبل رفتن یه چند تا مورد هست که باید بگم اونجا از نظر باد هوا کم نیاریم. منظورم این حرف زدنمونه. 2-3 تا کلمه گلمبه سلمبه که جلو اونها استفاده کنیم فکر نکنم ما چیزی بارمون نیست. حالا اصلی ترینشون رو که امشب بهتون میگم دموکراسیه. جلو هر دوربینی رفتید بجید کار تمومه. تمام شد و سلام. تا طرف گفت سلام میگین این the name of God دموکراسی. اصلا شواهد نشون داده تأثیری که این کلمه داره از 100 تا سند و مدرک و قسم و تو بمیری هم بیشتره. اصلا کجا میری دموکراسی؟ اسمت چیه دموکراسی؟ چی کاره ای دموکراسی؟ با چی میخوابی نه ببخشید، منظورم اینه خلاصه باید بفهمن این کلمه به همه پوست و گوشت و چیزمون نفوذ کرده. این استخونمون رو میگه. لای نو جان معنیش چیم بابا؟ معنیش اصلا مهم نیست. اصل کاری خود کلمه. خیلی اصلا نمیفهمن چیه ولی صبح تا شب استفاده میکنن. ایش بابا گیر دادی بابا. چیز میشه آها این یعنی این که من و تو نداریم. نفهمیدی؟ یعنی تو با این که غلامی ولی حق داری انتخاب کنی من اینجا باشم تو اونجا یا تو اونجا باشی من اینجا. اینم نفهمیدی. چجوری بگم؟ غلام این نهاری که آوردن تو حساب کردی. فرقم نمیکنه چه کدوممون حساب کردی. جیب تو جیب منه، جیب من جیب خودمه. دموکراسی یعنی همین. بازم نفهمیدی؟ خب خاش تو سرت از بس که نفهمی. تو به بوز گفته بودم فهمیده بود به خدا. والا ازا یه مثال دیگه بزنم خوب شیر فهمت کنم. میدونم دیگه بریم اونجا آبرو ریزی میکنی تو. چیو بجم جلستان باقم تانیسا. اصلا واسه شما با رسم شکل میگم که خوب معنی این کلمه براتون قابل لمس بشه. تو هم حواستو جمع کن. خب تنها نکته ای تو ایران رو براتون مثال میزنم که دموکراسی یه جوری توش جریان داره که اونایی که تو این داستانا ادعا دارن مثل نروژ و کانادا و فنلاند و اینجور چیزا حالا باید برن جلو بوق بزنن تا برسن بهش. یه بوستان قدیمی تو تبریز به اسم جلستان باغی که شاید بعضیا بشناسن.
حالا برای اونایی که نمیشناسن و ندیدن میگم که مطلب رو دست بگیرم. همین باغ قدیمی که اوج دموکراسی و آزادی توش در جریانه. از یه طرف که وارد میشی اولین موزه کاریکاتور آسیا که قسمت توریستی باغ. یکم که جلوتر میری کلانتریه و عزیزان زحمتکش و خدوم نیرو انتظامی. از وسط باغ چه میخوای رد بشی قسمت سالمندان و بازنشستگان و عزیزان ساقی که خدمت رسانی میکنن. حالا از من میشنوید ازشون جز نگیرید، همهشون قاطی داره. من خودم یه بار گرفتم نه حالا بگذاریم. یه دور چه بزنید یه گوشه باغ عزیزان مالخر رو میبینید که وسایل سرگتی مورد نیاز مردم رو میفروشن. بغل دست اونا دکه های کتاب فروشیه که قسمت فرهنگی باغه. اون طرف دارم که مسجده و همیشه نماز جماعتش برپاست. حالا یه قسمتی هم داره که ورود نکنیم بهتره. کلن ورود آقایان زیر 18 سال خطرناکه. ما که ندیدیم. خلاصه همه در کمال آرامه کنار هم زندگیشونو میکنن، کسی با کسی کاری نداره. خداییش مثال واضح تر از این وسط سازمان ملل هم پیدا نمی کنی شما. ولی قبول کنید این چیز منو خوردن حقمو میگم. کمش باید تو آکسفورد چیزی تدریس میکردم من. اصلا از همون بچگی به من میگفتن ابی مدرسان شریف. دیگه چی کار کنم دیگه، دست روزگاره. به جای اینکه 4 تا دانشجوی موبور میکس ایتالیا و فرانسه بشینن جلوم، صبح تا شب قیافه تاکسی برگشتی این گزمیت رو برومه. والله به خدا.